اشکاین تک، خوش اومدید به کانال خودتون. من سعید جلو هستم. اینم که کانال خودتون، کانال تکنولوژی. خب دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. ویدیو امروزم شروع میکنیم. ویدیو امروزمون 5 تا موضوع داره. آپدیت از فیفا بهتون میدیم، ایردراپ آورتیک، یه بروز رسانی از هانتد اسپیس داریم، یه عنوان جدید داریم، اسپکتر ایجنسی. گیم پلی رو نگاه کن، فقط لذت ببر. موبایل اصلا یه چیزیه واسه خودش. به اضافه آخرین آپدیت و آموزش از بازی ماینر مجازی. یه خبر مهمم بهتون بدم، این هفته یه عنوان بزرگ داریم. حالا ببینیم فردا میاد یا نه. خب اول از آپدیت بازی فیفا باهاتون صحبت کنم. فیفا رو خب اینجا آموزش دادیم، یه 2 ساعت بعد از اومدنش 0% رو گفتیم، نوع درآمدزاییش رو صحبت کردیم از طریق خرید و فروش NFT. بحثی که مونده بود قضیه احراز هویتشه. احراز هویت میشه ولی خیلی سخته، خیلی سخته. مدارک فوق العاده محکم میخواد که شاید نصرفه برای یه عنوان متاورسی بخواید این کارو انجام بدید. راه دور زدن اصلا نداره فعلا، به خاطر بسته بودن مارکت پلیسش. هر چیزی که بگید ما تست کردیم، متاسفانه همش به در بسته خورد. پس فیفا یه جورایی برای درآمدزایی تو مملکت ما نشده، نمیشه. مگه اینکه فن دو آتیشش باشی، بری مدارک جور کنی، آشنا این ور اون ور، طبق آموزشا میتونی بری جلو، خیلی سرراسته همه چیز. ولی عموم یعنی 99% نه. ایردراپ آورتیکو خب خیلی وقت پیش بهتون آموزشش دادیم دیگه. اسنپ شاتشو داره فردا میگیره و یه جورایی ایردراپ پایان میرسه. حالا تا زمان تیجی البته مثل اینکه یکی دو تا ایونت ریز پیزه دیگه همچنان میذاره که بشه کوینشو گرفت، ولی خب حالا عموما تمامه. تنها کاری که میکنید اونایی که شرکت کردن جدیدا از این میگذرید، کانکت ولت با ولت آی ام ایکس تون برید تو، رو پروفایلتون کلیک کنید، مطمئن بشید که هم کیف پول آی ام ایکس وصله، هم کیف پول متاماسک. برید تو قسمت اکانت ستینگ، اینجا مطمئن بشید که هر جفت کیف پولا وصل باشه. همین یه کار کافیه. یه حرکت دیگه هم بزنید، رو پروفایلتون بزنید، برید داخل قسمت داشبورد، کلیک کنید روی قسمت این پروگرس. ببینید من چقدر صد دارم، هنوز فرصت نکردم بگیرم. کل اینا رو برید و کلیم کنید دیگه، آخرشه. چیزی نمونه، چیزی از زیر چشمتون در نره. پس تو قسمت این پروگرس همه رو دوباره برید یه چک کنید، ببینید اگه چیزی صده رو بگیرید، ببینیم چه میکنه. اما برای بچهای جدید اینجای ویدیو رو دقت کنید، بریم سراغ پروژه جدیدمون. بعد از اونم میریم سراغ آموزش ماینر مجازی، آموزش پیشرفته. هانتد اسپیس هم یه صحبت ریزی میکنیم. اسپکتر ایجنسی یه بازی تقریبا میشه گفت، حالا مشخص نیست پلی تو ارنش میخوام بکنن یا نه، ولی فعلا یه ایردراپی داره میده، شما بازی میکنید، اسپارک به دست میارید. این اسپارک ها بعدها میشه همون پوینت شما برای ریواردهای آینده. خیلی در مورد ایردراپش صحبت نکرده. پروژه به شدت جوون، به شدت جدید. پلتفرمی که روش اومده تلگرامه، اما تفاوت بزرگی که با بقیه پروژه‌های تلگرامی داره اینه که 5 میلیون دلار قبل از این که بیاد جذب سرمایه کرده. اینوسترها خوبی پشتشن. سر همینه که خودشو از این لحاظ جدا کرده. ضمن اینکه خود گیمو داری میبینی اصلا یه دنیای دیگه است، یه فضای دیگه است. بهتون گفتم بازی‌های تلگرامی از اون فضای تپ تپ و نمیدونم یه ایردراپ عادی بابت هیچ دادن دارن جدا میشن، میرن به سمت پلی تو ارن، پلی تو ایردراپ. 3 تا عنوان ما بزرگ داشتیم دیگه. یکی اون بازی باکسینگ استار بود، اصلا متفاوت. اون پابجی بود. همین هانتد اسپیس که به نظر من شاید قشنگترین بازیه تو بستر تلگرام بود، فقط بحث احراز هویتش هممون رو زمین گیر کرد. اینا اصلا خودشونو از کل ربات‌های تلگرامی جدا کردن و دیگه هیچ فرقی با یه فرض کنید بازی پلی تو ایردراپ اندرویدی ندارن، فقط بستر تلگرامه. ولی مهمترین چیزی که چشم ما رو گرفته همینه که نیومده 5 میلیون دلار جذب سرمایه کرده. همه لینک‌ها خب تو تلگرام هستن. 18000 نفر بیشتر بچا فعلا توش نیستن. داغ شما جزو اولینایید. نسخه بتاشه، اما هر چقدر که توش بری، هر چیزی که به دست بیاری پاک نمیشه. این مهمه. نسخه آلفاش هم اومده بود. خب آلفا رو نباید معرفی کرد چون چیزی سیو نمیشه، اما این ارزش داره. چرا که هر کاری که توش کنی سیو میشه، هر چقدر کوین به دست بیاری بازم سیو میمونه. اصل بازی به دست آوردن این اسپارکاست. اینا رو میبینید خیلی از جاهای بازی همچنان قفله. اولش که میای داخل با این مواجه میشید، این قسمت قفل هنوز نیومده، هیچ چیزیش نیومده. جاهایی که شما میتونید ببینید این اسپارکاتونن بچا، میبینید فرت و فرت نمیتونی بازی کنی. 30 تا شارژ بیشتر نداره، یعنی کلا 6 بار میتونی بازی کنی و بعد باید صبر کنی تا اینا پر بشن. همین که محدودش کردن خیلی خوبه به نظر من. یعنی 24 نباید سر بزنی، روزی 20 دقیقه میری تو، تموم شد رفت. بستگی به مهارت خودتون داره. الماس،
سکه‌های بازی مکانیزم به شدت جالبی داره. من برم رو تب اول، قسمت خرج کردن داره، ما یه قرون توش خرج نمی‌کنیم، اینا رو هر روز بگیرید، رایگان بهتون گلد میده. 3 تاست. تب دوم اکویپمنت های شماست. ببینید مراحل بازی اینجان. من یه مرحله براتون بازی کنم، اینجور راحت‌تر متوجه میشید. اول اینکه روی این جعبه بزنید، بهتون میگه هر استیج بازی رو که برید جایزه‌ای که میده چی ان. الان جایزه‌های این سری اینجان. الان جایزه‌های این استیج 300 تا XP، 5000 تا پول، 320 تا جم، XP گلد هم داره. بعد تازه اگه مرحله رو ببرید 10 تا هم دوباره بهتون باتری میده که بتونید همچنان بازی کنید. 2 تا اکویپمنت هم براتون میندازه اگر ببرید. اصلا بازیش به این سادگی ها نیست. اوایلش خوبه ولی بعد سخت میشه. بریم یه دست بازی کنیم، رو پلی میزنیم. رو موبایل خیلی از کامپیوتر آسون تره. کامپیوترش واقعا سخته. خب انتخاب کردن کدوم کارتتون، بچا سبک سووایو دیگه میشناسید سبکو. انتخاب کردنش خیلی مهمه، چرا که جلوتر اینا کومبو بهتون میدن. هر آیتمی با آیتمای بعدیش مچ نمیشه. کم کم اینا دستتون میاد. اینا رو که میتره کنید این سبزا رو میگیرید، این نوار داره پر میشه همونجور که میبینید. نواره که کامل شد یکی از اینا رو انتخاب میکنید، هر کدومش هم یه کاری میکنه. این اسپاک مثلا اوایلش خوب نیست ولی آخرای بازی جزء قوی ترین لولایه که میتونید بگیرید. همین الان دارم بهتون تقلبی میدم. خب داره سخت‌تر میشه همونجور که میبینید. بله سرماخوردگی ما هم خوب نشد، همچنان صدام وحشتناک گرفته. خب یه نکته دیگه بهتون بگم، اینا 3 تا رنگ دارن، همون یه حالت فرض کنید اپیکوری رو اینا، اما اینا رنگاشون یه چیز دیگه است. یعنی اینا میشن لول اصلی، اینا لول فرعی ان، اونایی که آبی رنگن. حالا جلوتر بازتر میکنم قضیه رو براتون. هر جفتش نیازه. کومبو زمانی اتفاق میفته که از هر دو تا داشته باشی. ببین مثلا اگر من این هیست رو بگیرم، همین اسپارکه که انقدر آپدیتش کردم با این هیسته کومبو میشه. نگاه کنیم بالا هم هست، سریعتر میزنه لولشو. ولی من میتونم همچنان بقیه لولام بگیرم، مثلا این لاکر رو بگیرم بره همینجور اذیتشون کنم. خیلی لولاش خوبن. یعنی انصافا میگم قطعا تو سبک سووایو جزو قشنگترین بازیاییه که من تا امروز دیدم. در کنار بک‌وود، البته شاید از بک‌وود هم یکم قشنگتر باشه. بعد همه چیز آسون نیست. مثلا این وسطیه لول که میزنه باعث میشه شما دیگه نتونید لول بزنید توی محدوده‌های سفید رنگش. خیلی جالبه. خب رفته سخت‌تر میشه. مثلا ابیلیتی سایزو که بگیرید سایز همین لولاتون بزرگتر میشه. خیلی جالبه. این آدمه که XP هم اومد، اینو میرید میزنید، خیلی امتیاز خوبی توشه. من ابیلیتی سایزو دوباره بگیرم. خب لاک لول 3 نگاه کنید چه شکلی میشه. خیلی خوش ساخته انصافا. 3 تا لولتون که کامل کردید، لول 4مش این شکلی میشه. ببین بنفش شد، اصلا یه چیز خفنی شد، چیزی شد برای خودش. خب دیگه میریم سراغ سایز. البته این استراتژی منه، تو ممکنه یه کار دیگه‌ای بخوای انجام بدی. اوه وارنینگ اومد بچا، این که میاد خیلی بازی سخت میشه. خیلی سخت میشه. صبر کنید اون اصلی‌ها الان میان. یه موجوداتی میان HP وحشتناک بالا، تکونم نمیخورن. من کریتیکالو بگیرم، همین آیتمایی که دارم و دیگه دارم آپدیت میکنم. میبینید این یه دایره‌های بنفشی میندازه، اگه تو اینا برید لولتون کار نمیکنه. او اینا اومدن، نگاه کنید اینجا سخت میشه، نمیمیرن. میبینید خیلی سگ جونن. اصلا کل سختی بازی همینجاست به نظر من. توی این بنفشه هم نباید برید، به اینا هم بخورید میترکید. اما این اسپایک خیلی چیز قویه. همین اسپایک است که اینجا میشه باهاش این استیجو خالی کرد. اینو که بهتون داد یعنی یه ابیلیتی قرمز رنگ فوق خوف چی میشه؟ اینجوری میشه دیگه. میتونید تقریبا از مرحله با خیال راحت بگذرید. البته این هنوز باس نیستن، یه باس هم داره. خیلی روش کار کردن. این تازه یه مرحله چه، هر مرحله منحصر به فرد ساخته شده، کلی روش وقت گذاشتن. اینم آخرین لول این آیس اسپارک. نگاه کنید چی شد. خب اون لاکه بود، ببینید الان چی میشه. حالا نگاه کنید چی میشه. این دیگه لاست لول. نگاه کنید چه شکلی شد. این باس بازیه. تازه این باس این مرحله است، یعنی پایینتر آسونتره. کلا تا مرحله 6ش خوبه، 6 خیلی سخت میشه. راحت بهتون بگم هر لول با یه لول خاصی کومبو میشه. یعنی مثلا اگر من اون هیستر رو نمیگرفتم به این لاکه الان نمیرسیدم. خونش این بالاست، ببینید همین جایی داره کمتر میشه. دیگه تکونم نمیخوریم. خیلی وقتی که طرف باخته، هنوز قبول نکرده ولی و تمام شد. مرحله رو زدیم. خب ببینید اکویپمنت داد، از این سنگا داد، XP هم داد. حالا بهتون میگم باشون باید چیکار کنید. میریم تو تب دوم. اینا تعدادشون زیاد که شد میتونید مرجشون کنید. اگر 2 تا ازش داشته باشید یه لول میره بالاتر. روشون که
کلیک کردید میتونید رو خودتون ببندید، هر کدوم که قوی تر بود. مثلا این 5% اتک بیشتر میده. برای آپدیت کردن اینا، انهانس کردنشون نیاز به این سنگا دارید. با بازی کردن سنگاتون رو اینجا میتونید ببینید. مثلا من الان اینو میتونم آپدیت کنم، رو انهانس میزنم و تمام شد، لول 5 شد. پس اینجوری کاراکترتون رو قوی تر میکنید. آقا اگه رفتید جلو داخل یه استیج گیر کردید نگران نباشید، یه استیج قبل‌تر رو ببرید تا زمانی که شاخ شید اکویپمنتاتون رو آپدیت کنید، همچنان بتونید برید بالاتر. با توجه به اینکه هنوز بتاس انصافا شاهکار در اومده، خیلی قشنگه گیم پلیش. حالا اینکه پس فردا چجور لیست بشه، چجور قیمت بگیره دیگه ما از آینده خبر نداریم. الان هم که بازی کردیم ببینید 5 تا از انرژی کم شد. پس هر روز محدوده که چقدر بازی کنید. در آینده خب بازم آپدیت بهتون میدیم مثل همیشه. موضوع بعدی هانتد اسپیس. خب قضیه احراز هویت گذاشته بود، گفتیم آقا کسایی که حالا مدرکی چیزی دارن احراز هویت رو انجام بدن. یه حرکتی که زده، یه ولت چکر گذاشته تو دیسکوردشه، قسمت اناونسمنت دیسکورد هانتد اسپیس. کلیک میکنید اینجا، کیف پول متاماسکتونو بچه‌هایی که احراز هویت کرده بودن همون کیف پول متاماسک آدرسش رو اینجا میزنی، سرچ رو میزنی. اگر سبز رنگ بود یعنی شامل ایردراپ شدی، اگر نبود اینجا باید یه دونه ساپورت تیکت بفرستی، یه اسکرین شات از مینی اپ تلگرامت بهشون بدی، آدرس کیف پولت هم زیرش بذاری، بگی مثلا آقا من رتبه‌ام 500 چرا ایردراپ بهم نرسیده؟ ساپورت به جواب میده. حالا یه نکته دیگه بهتون بگم، بچه‌هایی هم که احراز هویت نکردید اما رتبتون زیر 2000 3000 این کارو انجام بدید. حرفی از احراز هویت نزنید، تیکت بزنید بگید آقا رتبه من تو بازی اینم آیدی تلگراممه، یه اسکرین شات هم از بازی براشون بفرستید، اینم کیف پولمه، بگید چرا من شامل ایردراپ نیستم. ممکنه شاملتون کنن. اینو انجام بدید، نتیجه رو داخل کامنت ها برای ما بنویسید. اما موضوع آخر و بازی ماینر مجازی. بچه اول اینکه برای ماینر مجازی یا همون کرافت ورد ما پلیلیست کاملی داخل کانال درست کردیم. برید داخل قسمت پلیلیست، اینا کرافت ورد 3 تا ویدیو داره، هر 3 تا رو باید ببینی، آموزش 0 تا 100شه. احتمالاً این میشه قسمت آخر آموزشش. ریز میخوایم نکاتیو که میدونیم توش میمونید و بهتون بگیم. بازی چون پتانسیل بالایی داره رفت پلیلیست دار شد، چیز واقعا خوبیه. اگر درآمدزاییش مثل همین الان بعد از اینکه ایردراپشو داد بمونه، واقعا با یه چیزی فرای پایرت نیشن سر و کار خواهیم داشت. خب آموزش امروز چیه؟ 1. آقا این آب و آتیشه از کجا میاد؟ چجور اینا رو تولید میکنی؟ خود بازی که بهت نمیده. اول یه توضیح بهتون بدم. شما تا لولت نره بالا این ساختمونا برات باز نمیشه. کم کم که لول شما بالا میره اینجا حق داری ساختمون بسازی. دقت کن، اگه کلیک کنی یه چیز دیگه بسازی ساختمون قبلی از دست میره، یعنی منابعی که مصرف کردی میپره. البته یه خورده ایشو بعضی وقتا پس میده، بستگی داره چند بار انجام بدی. کل این ساختمون هر کدوم متریالی به شما میده، یه سری‌ها خوش قیمت، یه سری‌ها بد قیمت. شما به ترتیب این بعد اینا رو درست کنین که آقا کجا نیاز داری. مثلا میگم آقا من این استیمر که به دست میارم نیازش دارم مثلا برای آپدیت کردن این، یا آتیش دارم به دست میارم در نهایت برسم مثلا به تولید شیشه. آب و آتیش از کجا به دست میان؟ شما بازی که میکنی متریال داری به دست میاری، این متریالا رو این ساختمونی که برات باز میشه اصلا به نظر من بازی استارت میخوره. بیا اینجا بفروش، مثلا نمیدونم خاک بفروش، به جاش گلد میگیری. بعد از اون با گلدت میای چی میخری؟ آب میخری. نری مستقیم اینا رو بگیری ها، اوایل بازی برات سنگینه. آب میخری و آتیش مثلا 100 دونه میخری، سواب میکنی، بعد 3-4 دقیقه میاد داخل بازی. بعد میتونی شروع کنی به چی؟ به تولید آب و آتیش. پس به دست اومدن آب و آتیش تنها از این طریق امکان پذیره که بری از اونجا متریالای دیگه تو بفروشی، اینجا استفادهشون کنی. نکته به شدت مهم، کانتریبیوت حتما انجام بدید، خسیس بازی در نیارید، منابع بدید. وقتی که منابع میدی از اون ور اینجا داخل والتتون به شما منابع باز میده، یعنی چیزی که خرج میکنی معمولا سریعا برمیگرده اکثرش. تازه شما داری بج میگیری این وسط، پایانش دوباره داری جایزه میگیری، کلا نفع خوبی داره. نکته بعدی، این ساختمونا رو که کامل میسازید اشتباه آپدیت بیش از حدیو که مثلا میگم خود من انجام دادم و انجام ندید. شما نیاز ندارید همه ساختموناتون مثلا لول 13 باشه. شما نیازی نداری که انقدر آپدیت کنی که مینیمم اینا یه جوری بشه که مثلا 3-4 ساعتی یه بار استارت بزنی. درسته تایم سر زدن شما رو به بازی کمتر میکنه، اما در مجموع شما رو از بازی عقب میندازه. این نکته رو در نظر بگیرید. نکته بعدی، هر وقت که متریال کم آوردید برای استارت کردن برید بخرید از داخل اکسچنج، خرج کنید، هیچ عیبی نداره. چرا؟ اون زمانیو که شما صبر میکنید تو اون زمان کلی متریال دیگه داری میسازی، اینجوری از بازی عقب نمیمونی. نکته بعدی، این ساختمون بالا که میاین این ساختمون
ساختمون براتون باز میشه. چیه این ساختمون؟ شما هر بار که اینو آپدیت کنید هر سری هم یه چیزی ازتون میخواد. مثلا الان 12 تا استیل میخواد برای لول بعدی. هر بار که آپدیتش میکنید به شما از این آچارا میده. آچارا برای چی استفاده میشن؟ برای آپدیت کردن ساختموناتون. مثال میزنم، ماد که از اینجا داره استخراج میشه که مهمترین شاید بگم قسمت استخراج بازیه، موقعی که اینجا آپدیتش کنید مثل من، ببین من 78% دارم بیشتر از یه آدم عادی این ماد رو استخراج میکنم. سری بعد آپدیتش 4 تا از این چکشا میخواد، یعنی من باید 2 لول اینو آپدیت کنم. هر لول گفتم 2 دونه میده، خیلی هم گرونن. ببین مثلا این مثبت 47، این 23، این 10 این ساختمون خیلی شما رو بوست میده. لولتون که بره بالاتر این براتون باز میشه. والت شما هر وقت که دونیتتون بیشتر باشه، ببینید خودش هم گفته شما دونیت میکنید، در ازای دونیت کردنه به شما متریال میده تا زمانی که اون فضاپیما بره هوا. توی این قسمت میگم این کانتریبیوت خیلی تو بازی تاثیر داره، وحشتناکه. خب قبل اینکه ویدیو رو تمام کنیم، چقدر دیگه از ایونتش باقی مونده به صورت دقیق روی این 3 خطه بزنید، برید تو قسمت داینو کوین. 9 روز و 18 ساعت دیگه مونده. آقا جدیدم بیام تو، بیا تو. به نظر من سری قبلا فکر کردن خیلی‌ها میخواد ریست کنه، ما گفتیم ولی بیاین احتمالاً ریست نمیکنه. ولی نمیدونم کی بهتون گفته بود آقا قطعاً ریست میشه. همچنان هم همینو بهتون میگیم، بیاین هر چقدر کم توش رفتید جلو، این فصل اولشه، فصلای دیگه هم احتمالاً هست. مکانیزم درآمد دلاریش هم بهتون بگم و تموم کنیم ویدیو رو. احتمالاً در آینده همین مکانیزمش که شما متریال هی به دست میاری داخل قسمت اکسچنج، مونتا بحثی که از این ترانسفر باز میشه. هر چیزی که تو بازی به دست آوردی، آقا مثلا من آتیش آوردم، همه رو میفروشم، به جاش داینو کوین میگیرم. بعد داینو کوینا تو از طریق ترانسفر مثلا میبری داخل صرافی، تبدیلشون میکنی به هر کوینی که خواستی. یعنی مکانیزم درآمدیش سرراسته. تعداد پلیراش هم خوبه، ملت میخوانش. فقط امیدواریم که بازی وب 3 بمونه، یعنی درآمدزا. لولتون رو بچا تو کرافت ورد بنویسید. مال ما که تازه شد لول 100. دوستتون دارم. نظر مثل همیشه بذارید تا ویدیو بعدی. علی خداحافظ همگی.